یک کلمه دیگر هست در بیزنس، قریب که همه میفهمیم از خرد تا کلان، این بانکروت، یعنی که بانکروت شدن و سربستگی، دارو بیار، فشار بلند، دکتر جیغزن، دارو کل، تاجر این روزها رو هم میگذاره. نه بس از اون که به بیزنس خرد است یا کلان است، من ندیدم بیزنسمنی که همین حالاتو با دچار نشده باشد. همین حالاتو فکر میکنم که در حیات شما هم بود. باید از همین دشواری هایش هم سخن بگیم. الهیم اصلا دشمن نمای دشمن نشد، بانکروت نشود، کارش پیش رود، چون که مال اچق و جان اچق بورا گم کردن، بانکروت شدن برای تاجر این یک وازبینی مدگی کدی برآورد، مدن کدی برآورده. برای همون الحمدلله که اوکاجان شیرین یگان بار بانکروت نشدیم، یگان بار حیات به من همین تجارت به روی افتاده شده نه افتادیم. حسابی استادای بهترینم پدر و مادرم این حاضر میگن که کمانده من پدر و مادرم بودن، دوتا خواهرم، دادرم، من جانم، فرزندم، حالی هم ما اویلوی کمانده میبریم پیش به روی افتاده نشدم، لیکن بانکروتم نشدم. لیکن اهم همین بدترین حیاتی تجارتی من به بیمار شدم. این هم سنجش بود. این هم سنجش بود، انتقام الله بود. وقتی که بیمار شدم بغیر از گدویانم، بغیر از اویلم لایق دوتا نان آبی نشدم. من هیچ کس خبر نمیگرفت. همون به یک تا موضوعم های که مخصوص برای یاشا اپای سلامتیتان شویتان، خداتان گویتان گفته انشاءالله برآمد میکنم. سنی عطلفی الله شفا یافتم، قزم برفتم، اپراسیون مسکوا، اسرائیل آدم اومدن، تاشکند، بعدی و آخرش ترکیه بود. سنی الله مهربان انتهامو سربلندانه گذشتم انشاءالله. ترکیه و اهم گنده ترین بدترین روزی که من 3 سال شدم، چون تجارتم دور بودم. وقتی که 1 سال 2 سال به درست شدم و 1 سال برای حجت شدم، خانم به خانه خودم میشیشتم و دیگر هیچ کار که از دستم نمی اومد، فقط قرآن میخواندم. قرآن خونده میشیشتم، قرآن خونده. بعد 1 سال قرآن خوانیم خوجند به اومدم. ما میگم همین 1 سال 3 سال سخت عذاب کشتم، 1 سال قرآن خونده شدگیم همون من به زر و زیور به تبدیل یافت. اومده درست شده با الحمدلله که من کلینت ها و خدمت کداسیم، دولت ها و خدمت کداسیم. یک تا مسئله بود اینجا مهربان جان، یکمش موو میگم، برنامهش موو میگم که من